سر کار بودم، مشغول به کار بودم. یه خانم آقای شیرازی اومدن، درباره گرگان سوال کردم، راهنماییشون کردم. بعد گفت میشه از اون عکس بگیری؟ گفتم بله. ازشون که رفتم عکس بگیرم، خانم کیفش گذاشت بغلش روی درخت. من ازشون عکس گرفتم و خدافظی کردم، رفتم. تایم کاریم تمام شده، می‌خواستم برگردم برم خونه، دیدم کیفشون رو درخته. کیفو برداشتم اومدم که برم طرف خونه، نشستم داخل ماشین. رفیقم گوشی رو برداشته بودم، داخلش گوشی بود. بعد نشستم داخل ماشین، گوشی رمزش نمیشد باز کنیم. کیفو باز کردم که ببینم چیزی ازش پیدا می‌کنیم. کیفو باز کردم دیدم داخلش طلا، سکه. چقدر طلا و سکه و اینا بوده؟ به گفته خودشون 2700 شاید بیشتر، شاید 2700 میلیارد تومان. بله. رفتم خونه 20 دقیقه بعد دیدم تماس گرفتن. تماس گرفت آقاشو، آقا ما یه کیفی گم کردیم. بعد گفتم چی داخلش داشتی؟ گفت آقا کل زندگی من داخل اون کیفه. گفتم آقا بیا من الان بر لوکیشن میفرستم، بیا فلانجا بهت برسم. بردمش خونه، ازشون پذیرایی هم کردم، بهشون هم دادیم، صحیح و سالم فرستادیم برن شهرشون. یه خاطر قشنگم از شهر زیبام گرگان براشون به جا ماند. به این فکر نکردی که حالا بخشی از این پول رو برداری یا کلش اصلا برداری؟ من یه چیزی که یاد گرفتم، مال مردم خودم رو گذاشتم جاش. چون دارم کار میکنم، کارگری میکنم، 4 صبح میرم تا 2-3 بعد دارم کار میکنم. به این فکر کردم که یه روزی اگه این اتفاق برای من بیفته، من الان برمیگردونم. اون بالایی داره میبینه، یه روزی برای منم این اتفاق بیفته، اونم به من برمیگردونه. درسته. مال حلال برمیگرده. جمله آخر، مردم ایران خیلی ستون دارن. چه انتظاری هم مدیران مسئولان؟ اصلا انتظاری داری؟ نه، من بر دل خودم کردم، رضا خودم.